رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. فاما من طغى خداوند میگه ای بندگان من، هر کسی که از میانه شما اگر سرکشی کرد، متکبری کرد، امری مرا به جا نآورده، امری حبیبی مرا به جا نآورده، فان الجحیم هی المأوى، مکان وی دوزخ است. مکان وی چی است؟ دوزخ است. از شرک اکبرش نگاه دارد و از شرک اصغرش نگاه دارد. شرک اصغر ریا، خودنماییش، خود نشان دادن، نعوذ بالله، در هر کاری که نباشد. من مثلا امروز بعضی مردم میخواد که خوش نشان بتید با وجود که خش توال کم بغل دارد، اپی کم بغل دارد، یعنی عمه کم بغل دارد، خاله کم بغل دارد، همون پول و مال برده در همون خالش یاردم نمیکند و میبینی که معرکای کلانی بیمعنی میکند، به خاطر او میکند که مردم مرا تعریف بکنند. ای به خبر است که الله ای را قبول نمیسازد. نامو در بورم نوست یک شروع گازده بسیار کسما میفردم میگم یا فیشکل موزه دهم تو اکم بچم سیگاره نوست ای ما یکم نوسم ما چند بار گفتم اما کلنایی که شواشو نوزکشن کن خونه شم برون تا بگو بس نکه نمیون ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. برادران ارجمند، حاضرین محترم و جوانانی که در این توی ولیمه دادرمان عبدالعزیز جان حضور دارند، اولا از بارگاه خداوند مهربان و خدایی که ما و شما را آفرید و بهترین نعمت برای ما و شما ارزانی کرد که اسلام است، نصیب روزی ما و شما گردانید و بهترین پیغمبر خداوند مهربان نصیب ما و شما گردانیده است و آخران پیغمبری که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و بهترین مخلوقات است. ما امت او هستیم که الحمدلله رب العالمین همین ذات مهربان را برای همین قدر نعمتهای بزرگش سپاسگزار هستیم و با وجودی که در عوض این قدر نعمتهای خداوند مهربان ما و شما خیلی کم سپاسگزار هستیم، لکن عذرمان به درگاه خداوند مهربان پیشکش میکنیم که خداوند ما لایق او عبادتی که پروردگار تو حق داری ما ادا کرده نمیتوانیم. ما همین قدر بندگی مانه و عاجزی مانه با تو خداوند پیشکش میکنیم که با همه کمبودی های ما بندگی ما را قبول بگردان و در روز محشر خداوند ما و این صاحب خانه و این جوانا را پروردگارا شرمنده مگردانی. و بسیار شکرگزار می شویم که ما و شما در این توی ولیمه در توی عبدالعزیز جان حضور داریم و از بارگاه خداوند مهربانی که
ما و شما را در اینجا حاضر گردانیده است. التماس میکنیم به خداوندا در میانه این دو جوان محبت طرفین عطا فرماید و فرزندای صالح و صالحه روزیشان میگرداند. و صلوات به پایان و پیغمبر گرامی که 23 سال برای همه دنیا خدمت کردند و همه قانون اسلام را برای ما و شما تعلیم دادند. از جانب پروردگار مهربان برای ما در قانون زندگی ما، در زندگی که ما و شما امروز به نام، یعنی ما و شما الحمدلله رب العالمین مسلمان هستیم، که هم به نام مسلمان هستیم ما و شما، و هم در الحمدلله رب العالمین در عقیده و در طاعتمان شکرگزار هستیم که نهید که به مثل بعضی برادرایی که اونها دروغگو هستند، اونها به نام میگویند که ما مسلمان هستیم و از اسلام خیلی دور هستند. این هم نعمت الله است که برای ما و شما پروردگار روزی و ارزانی دیده است و شکرگزار هستیم این نعمتی که خداوند برای ما و شما روزی گردانیده است و الحمدلله رب العالمین سپاسگزار هستیم برای او پروردگاری که برای ما وقت جدا کرده است و نفس برای ما مهیا کرده است که و زبان برای ما و شما داده است و چشم داده است برای نظر کردن و زبان داده است برای سخن گفتن و گوش داده است برای شنویدن و دست داده است برای قپیدن و پا داده است برای راه رفتن. این الله را سپاسگزار می شویم و به نعمتاش شکرگزار هستیم. خب جوانان عزیز، برای ما و شما معلوم است که سبب جمع آمدن ما و شما در این خانه عبدالعزیز جان برای چی است؟ من خودم خیلی خوب میدونم که در اینجا خیلی جوانای مسلمانی زیبا جمع شدن. الحمدلله رب العالمین امروز خیلی خرسند هستم که جوانای با عقیده مسلمان میبینم و مسلمانای جوانی که میبینم اونها ریش زیبا دارند، نماز زیبا میخوانند و تقوی زیبا دارند. الحمدلله رب العالمین خداوند شکر میکنم که پروردگار در دیار تاجیکستان ما امروز جوانای زیبایی با عقیده خداوند برای جامعه ما تقدیم کرده. لکن شکر میکنم که امروز این جوانان را خداوند برکت دهد، پروردگار صفی جوانان را زیادتر بگرداند. لکن از چند طرف دیگر همین روزها صدها زنگ می شود از طرف جوانان که حضرت ما را ملا امامون میگوید که تو این کار نکن او کار نکن. بچه جان عزیز، من خوب میدونم که تاجیکستان ما اکثر ملاهای تاجیکی که امروز اونها خودشون همچون پیشوا میدانند، اونها همچون خودشان یعنی به دعوای خودشان، ما او را پیشوا حساب نمیکنم، خودشان پیشوا میگویند در بدعت غوطه زدن، اونها حق پیشوایی ندارند. پیشوا کسی میشود که دست از بدعت میشود، دست از بدعت میکند. صد افسوس حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را بدنام میکنند که ما حنفی مذهب هستیم. نه، اکثرش یا که نعوذ بالله دعوای دروغ میگد، میبینی که میگه من حنفی هستم، کار شیعه را میکند، میبینی که کاری دیگر مذهبی رویه باطله را میکند و در آخر چی میگد؟ من حنفی هستم. دروغ میگویند. خب آیا امام اعظم رحمت الله علیه در بالای قبرها اجازه داده بود که مناره بسازند؟ نه، در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه در بالای قبر مناره ساختن حرام است. برای چه حرام است؟ برای که اسراف است، برای که او چی ندارد؟ او فایده ندارد. آیا در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه همین کسانی که دعوا میکنند آیا روزی مرده امام اعظم رحمت الله علیه که شما رفته از خانه مرده‌دار طعام بخورید؟ نه، ایرا نگفته است. آیا امام اعظم رحمت الله علیه گفت که شما مولود بکنید؟ نه، نگفته است. آیا شما گفته است امام اعظم رحمت الله علیه در وقت مولود شرک است خسته دستا پیش بر تعظیم بکنیم و مثل اون یعنی رویه باطلی که در طرفای پاکستان اونها گمان دارند که روح پیغمبر حاضر می شود؟ آیا همون هستیم؟ امام اعظم همون را گفته است؟ نه، این گپا دروغ است. آیا امام اعظم رحمت الله علیه گفته است که تو بعد نماز 4-5 بار دعا بکن جماعت؟
نه ایارا نگفته است، دروغ میگن. آیا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در مذهبش آیا گفته است که شما تبارک در بالای قبرستان بخونید؟ نه، در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه در بالای قبر تبارک خواندن مکروه تحریمی است. لکن صد افسوس امروز کسانی که دعوا میکند به خودش که ما چی هستم، ما پیشوا هستم، ما فلان هستم، میبینی که در یعنی بدعت غوطه زدن، میبینی که تمام رفتارش ضد سنت جناب رسول اکرم است. در سنت پیغمبر گرامی اسلام بوش حتی نزدیک نمی شود و در مذهب امام اعظم و در عقیده حضرت امام اعظم نزدیک نمی شود. و انشاءالله امید دارم که روز قیامت از این خیل مردم دعواگر حضرت امام اعظم رحمت الله میگه که ما از تو بیزارم، تو چرا دروغ میگفتی؟ بنابراین جوانان عزیز، ما از شما خواهش میکنم که شما طاعتون دوام دادن بگیرید. ما و شما الحمدلله رب العالمین در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم و در عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هستیم. عقیده امام اعظم رحمت الله علیه بهترین عقیده زیبا بود و الحمدلله رب العالمین ما هم امروز پیروی حضرت امام اعظم هم در عقیده و هم در گفته هایی که صحیحش که برای ما و شما هست، فتواهای صحیح، الحمدلله با هم چیکار میکنیم؟ ما و شما رفتار میکنیم. ما و شما باید حرکت بکنیم و مثل بعضی دروغگوهایی که نعوذ بالله خودش میگد که اینم نکرده باشد، اینم میکنم، اینم اگر وجود نداشته باشد میکنم. یک بار فکر نمیکنیم که پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگوید و قال النبی صلی الله علیه و سلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد. ای امت من، هر چیزی که من نکردم او را و صحابی من اجازت نداده است و نکرده است، اون رد است. در قانون اسلام این مردود است، این قابل قبول شده نمیتواند. بنابراین لحاظ شکر نام الله را میکنیم که امروز وقتی عصر 21 شده است، پیشرفتی هم دین است، هم دین اسلام است و هم پیشرفتی عقیده صحیح است و هم پیشرفتی علم دنیوی است. امروز باید ما و شما خواهیم نخواهیم باید مردم تاجستان ما ایرا بداند که پیشرفتی دینی مبین اسلام است. حاضران در اکثر معرکه سوال میکنن که بابی داملا پیشتر همی کارا نبود، چرا نبود؟ آخر من صدها بار گفتم پیشتر ما کتاب نداشتیم، پیشتر ما فتوا نداشتیم، پیشتر ما از کتاب دور بودیم. امروز تمام کتاب ها هست و عقیده صحیح. ابوالعز حنفی امروز که ما پیشتر در دسترس نداشتیم، عقیده ما اوقدر صحیح نداشتیم، امروز ما ابوالعز حنفی شرح عقیده طحاوی ابو جعفر رحمت الله علیه در تمام تاجیکستان وجود دارد. عقیده صحیح را ما درس میگیم و میخوانیم. اینها نو پیدا شد، پیشتر در مردم ما بسیار کم بود. بنابراین لحاظ این چیزا پیدا میشد و عقیده صحیح را ما و شما انشاءالله باید خداوند مهربان چی کار میکنیم؟ یعنی دسترس میکنیم و این را پیش میبریم. هیچ محل از 4 مذهب ثابت نیست که شما رفته چیکار بکنید از قبر، یعنی چیکار بکنید در گرد قبر، یعنی دور بزنید از وی مثلا خواب بوسه بکنید یا که خاک وی را بگیرید از یگان صاحب مذهب، یعنی این اجازت هم نیست و در عقیده اهل سنت و جماعت این کارا یعنی غیر جایز هستند. بنابراین الحمدلله رب العالمین شما باید جوانان عزیز عقیده صحیحی که ما و شما الحمدلله رب العالمین هستیم داشته باشیم و این عقیده صحیح به عقیده صحیح انسان نمی شود. امروز من خواهش میکنم از تمام ملاهایی که موعظه میکنن مردم را دعوت میکنن باید دیگه مسئله را یک طرف بمانند، مردم ما را عقیده صحیح تعلیم بدهند. باید اول خداشناس بکنن، باید فرزندان ما را خداشناس بکنیم. اکثر مردم ما الحمدلله رب العالمین پروردگارشان آنقدر یعنی بعضیش حتی میپرسی که برادر تو بنده کی هستی؟ میگه که من بنده خدا هستم، لکن دیگه ش نمیدوند بیچاره کدام الله مرا برای چی آفرید. لکن بعضی جوانای ما همین هم جواب گفته نمیدونن. اساس امروز در تاجیکستان ما عقیده را فهماندن. باید بنده ها را ما و شما تعلیم بدیم که برادر تو بنده کی میشی؟ بنده الله میشم. آسمان کی آفرید؟ زمین کی آفرید؟ این که ها را کی آفرید؟ چشم و گوش کی آفرید؟ همه که الله آفرید. اول عقیده صحیح را که انسان وقتی کسب کرد در دلش محبت الله، ترس الله که با وجود آمد،
او انسان دست به گناه نمیزند. در وقتی که ما و شما فرزندامون عقیده که نداشته باشد، با وجودی که اگر نماز هم که بخواند او دست به گناه میزند، برای که عقیده صحیح او پیدا نکرده است. حتی امروز در جامعه ما میگی که برادر تو در کدام مذهب هستی؟ در مذهب امام اعظم. بعد میپرسی تو در کدام مذهب هستی؟ من در مذهب ابو حنیفه. او میگه که من نگفتم یه در مذهب ما نیستم. حتی نمیدونن که اکثر مردم ما ابو حنیفه و امام اعظم رحمت الله علیه هر دوش یک کس است. برای این سبب الحمدلله رب العالمین امروز در گردن خواب کسانی که خدمت میخواهند که اسلام بکنن، عقیده صحیح را بفهمونن، عقیده صحیح حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کدام عقیده بود او را باید تبلیغ بکنن. نه اینکه کرکرانه ما و شما هر کاری که برای خود ما معقول باشد همه کار را بکنیم و کاری که اگر معقول نباشد ماده حتی به حدیث هم ثابت باشد او را یک طرف باید اندازیم. نعوذ بالله. فقط ما مردن نداریم، فقط ما را خداوند زنده نمیگرداند، البته خداوند ما را زنده میسازد و پیغمبرم در اوج حضور دارد. خداوند ما را میپرسد و پیغمبرم در اوج حضور دارد. نشود که همین کسانی که نعوذ بالله بگویند که ما همین کارهایی که از پیغمبر ثابت نیست و همین کار ما میکنیم. خوب است، با وجودی که بدعت حسنه ندارد، بدعت همش قبیح است، یگان حسنه وجود ندارد. بعد بگیم که این کارا بدعت حسنه میگن. بعد پیغمبر گرامی اسلام نشود که بگوید که آخی تو از پیش خودت ای امتی من پیدا کردی و تو دروغ گفتی از پیش خودت، تو از خدا نترسیدی، تو نترسیدی که پگه من میبرم مرا خداوند زنده میسازد. برای همین سبب الحمدلله رب العالمین باید جوانای تاجیک، جوانای زیبای تاجیکستان ما امروز عقیده صحیح را ان شاء الله کسب کرده استادیان، عقیده صحیح را ان شاء الله به خداوند مهربان فهمیده استیان. خداوند جل و علا صف این جوانا را زیادتر بگرداند و در همین عقیده پروردگار جل و علا ما و شما را ثابت بگرداند که عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، امام اعظم ما رحمت الله علیه اولین چیزی که کتاب نوشت بر ضد شیعه ها، بر ضد روافض ها، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بود که زن یعنی بر ضد روافض چی کرده بود؟ مکتوب یعنی نوشته بود و ردشان کرده بود. برای این سبب شکر نام الله را میکنیم که خداوند جل و علا ما و شما را با زیادتر عقیده صحیح را در دل ما و شما جایگیر بسازد و ان شاء الله امروز در تاجیکستان ما معلوم است که کدام داملا چی عقیده دارد و چقدر او به پابند قرآن و حدیث است. امروز برای همه معلوم است. برای این سبب موضوع امروزی ما و شما درباره دو گروه انسانی که خداوند جل و علا گروهی را که نعوذ بالله به سوی دوزخ میبرد و گروهی را که به سوی جنت میبرد، خداوند جل و علا ما و شما را نصیب جنت بگرداند. در همین دو باره سخن میگیم. خداوند مهربان گفت است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فان الجحیم هی المأوى. فاما من طغى، خداوند میگه ای بندگان من، هر کسی که از میانه شما اگر سرکشی کرد، متکبری کرد، امر مرا به جا نآورده، امر حبیبی مرا به جا نآورده، فان الجحیم هی المأوى، مکان وی دوزخ است. مکان وی چی است؟ دوزخ است. بنابراین لحاظ جوانان عزیز، فاما من طغى و آثر الحیاة الدنیا، کسی که سرکشی کرد، همین را برای من میگم که همین کسانی که دیده و دانسته میدانند که حدیث صحیح ثابت است از پیغمبر خدا همین آمد است، لیکن برای خاطری نفسی پلیدش میگوید که با وجود حدیث هم کی باشد، یعنی نعوذ بالله حدیث هم کی باشد، من حدیث نمیگیرم، این را من پدرم کرد یا بابیم کرد، این حدیث من قبول نمیکنم، یا که قبول میکنم و اجراش نمیکنم، این کارا میکنم، نعوذ بالله در تگ همین وعید داخل میشوند. فاما من طغى و آثر الحیاة الدنیا، اختیار حیات دنیا کردن، حیات دو روزه را کردن. فاما من طغى و آثر الحیاة الدنیا فان الجحیم هی المأوى، دوزخ مکان او است. خداوند جل و علا ما و شما را از این کار بد، از این بدعتکاری، از این کارهای بد خداوند جل و علا ما و شما را در پناه عصمتش نگه بدارد. و اما من خاف مقام ربه، اما گروهی که یعنی چیکار میکند؟ از پروردگار میترسد و به یاد میارد دوزخ را و به یاد میارد جنت را. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نفس میگه که تو خواهشی ای نفس پلید، تو مرا به سوی گناه نبر، مرا به سوی بدعت نبر،
مرا با سوی کار غیر شرعی نبر. این خداوند چی میگه؟ فان الجنه هی المأوى، جنت مکان ای است. خداوند جل و علا برای این عطا میکند. همین دو آیتی که دو گروهی که خواندیم، خب خداوند جل و علا یکم گروه بیان کرد و دویم گروه بیان کرد. در گروه اولش جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین باره حدیثی صحیح که امام بخاری هم روایت کرده است، امام مسلم هم روایت کرده است، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. اما کسی متکبر است، امر الله را بجا نمیارد، سخن پیغمبر خدا را بجا نمیارد، با وجود حرام بودنش او را استعمال میکند. پیغمبر خدا چی میگوید؟ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اجتنبوا سبع الموبقات وقالوا وما هن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال يتيم وقذف المحسنات و هفتمش یعنی چی بود؟ پیغمبر خدا چی میگه؟ میگه که ای امتی من اجتنبوا سبع الموبقات، شما از 7 هلاک کننده شما پرهیز بکنید. اولش کدام است؟ الشرک بالله، به خالقتان شریک نیارید که خداوند شرک نمی بخشد. شرک دو نوع می شود، شرک اکبر و شرک اصغر. شرک اکبر به مثل یهود، نصارا و مشرکین مکه که یهودها میگن که عزیر پسر خدا نعوذ بالله، نصارا میگن عیسی پسر خدا نعوذ بالله، و مشرکین مکه میگفتن که خب یعنی ملائکه بنات الله، ملائکه دختران الله هستند نعوذ بالله. اینا شرک اکبر میگن. یا که نعوذ بالله کسی که رفته در بالای مزارها مال میکشد، اینم نعوذ بالله شرک است. کسی از مزار طلب میکند، این شرک اکبر است نعوذ بالله. کسی میرد بالای قبر میگوید که برای مدد طلب میکند، یا که کسی خازن باشد خامد باشد میگن زنی من فرزند از زنی من تولد نمیشد، بالای فلان مزار رفت، یعنی خداوند یعنی همون مزار چیکار کرد؟ یاردم کرد. یعنی چیکار کرد؟ یعنی فرزندش داد. اینم نعوذ بالله شرک اکبر است. پیغمبر خدا چی میگه؟ الشرک بالله یعنی اجتنبوا سبع الموبقات، 7 چیزی که شما را هلاک میسازد پرهیز بکنید. اولش کدام است؟ اولش همین الشرک بالله، شرک به خدا آوردن. باید ما و شما نه شرک نعوذ بالله از شرک اکبرش نگاه دارد و از شرک اصغرش هم نگاه دارد. شرک اصغر ریا، خودنماییش، خود نشان دادن نعوذ بالله در هر کاری که نباشد. من مثلا امروز بعضی مردم میخواد که خوش نشان بتید، با وجود که خش تبار کم بغل دارد، اپی کم بغل دارد، یعنی عمه کم بغل دارد، خاله کم بغل دارد، همون پول مولا برده در همون خالش یاردم نمیکند و میبینی که معرکای کلامی بی‌معنی میکند، به خاطر او میکند که مردم را تعریف بکند. ای به خبر است که الله این را قبول نمیسازد. یا که تا حاضر مردم تاجستان ما پیغمبر خدا روزی مرده، یا که 3 بگهی، یا که 7 یا 40 یا ساله پیغمبر خدا من کرد. مکروه تحریمی، یک بدعت مستقبحه در قانون اسلام نیست. پیغمبر خدا من کرد، صحابه کرام من کرد، 4 مذهب من کردن. امروز در آخر پرزیدنت من کرد، با وجود که بعضی پیشوای ما با میبینی که پیشوای خوبی نامدار، میبینی که 40 میرن، سال میرن، خب هفته میرن، 3 بگه میرن، حتی روزی مردن رفته چیکار میکنن؟ همین کارا را اجرا میکنن. ای بس شرم است به همین کار پلید. با ما دعوا بکنیم که ما واعظ، ما دعوا بکنیم که ما پیشوا، ما دعوا بکنیم که مردم از قفای ما بیان. به همین بدعت حرام از قفای تو مردم میرن، دیوانه ها میرن، هوشیارا از قفای خیلی انسان نمیرن. فقط دیوانه میتواند که از قفای همین خیل رنگ خودش دیوانه برود. امروز وقتی شاری است. ای بس شرم نیست که عروس هم بمرد میکشن میخورن، 3 میرن 7 میکنن. ای بس شرم است تا که این کارهای بده مردم تاجیک ما میکنن. زیاده از 1 میلیون جوان تاجیک در طرفای روسیه کار میکنن. اکثر همین چیکار میکنن؟ رفته سال پدرم بگیرم یا که سال مادرم بگیرم. نمیگی که مولای امام قشلاق بگه بچم تو نکن همین کاره، 4 مذهب قطعی نادرست است. ایرش پیغمبر گرامی اسلام هم کرده است. در روز
که جعفر شهید شد، پیغمبر خدا امر کرد اصنعوا لآل جعفر طعاما، شما برای خاندان جعفر طعام بکنید، اونها غمگین هستند. نگو صحابه را که رفته شما از خاندان جعفر بخورید. زبان مونه حتی برای نفس پلید نعوذ بالله که بعضی ملاهامون که کسب کردیم همین را که هم رفته بخوریم و هم یگان سون بگیریم، همچون کسب کردیم عیب است، شرم است. تا بکی ای چیزی حرام ما زندگیمون رو پیش بریم. اقلا نمیگی بچم همین در اسلام نیست، 3 بیگه وجود ندارد، 7 وجود ندارد، 40 وجود ندارد، سال وجود ندارد. اینا از مردم نصارا مونده هستند. برای چی نمیگن؟ برای که از خوردن میماند. تا بکی همین کار میکنیم. بجای بگیم که جوانی عزیز تو ای مسکو بیا خانت بیا، عروس تا نگاه بکن، خانت زیبا بکن، قالی زیبا بخر، برای بچت کامپیوتر بخر، بچت رفته در اینستیتوت بمان، دختر تخواب یک حجاب بخر. این کارا ماندگی و خب برای چی؟ برای قبول کار کنم، رفته یک 2-3 گاو بکشم و چیکار بکنم؟ یعنی ساری پدر ما بگیرم، بعد آمده پیچانده در ملکاشون مردم خانهاشون برن. آیا همین صدقه میشه؟ نه، چیزی که پیغمبر خدا من کرد همون صدقه میشه؟ نه، صدقه نمیشه. برای این سبب یکم گناهی که باید پرهیز بکنیم شرک به الله، یعنی باید شرک، یعنی هم از شرک اکبر هم از شرک اصغر باید مردم چیکار بکنن؟ پرهیز بکنن. دویمش و سحر یکی از گناههای کبیره که انسان ساحر خودش که از دین برآمدگی است، با هر کسی که پیش همون برد یم نعوذ بالله خوف است که از دین میبراید. اگر که باور نکند که خداوند چی روز نماز قبول نمیسازد، اگر اینم باور کرد یعنی واقعیت سحر حق است واقعیتش، لیکن ساحر خودش مسلمان است از دین میبراید. یا که فالبینی نعوذ بالله فالبین خودش از دین برآمدگی است، کسی فالبین باور کند اینم نعوذ بالله از دین مبین اسلام خارج می شود. علم غیب به غیر الله کسی نمیداند، حتی پیغمبر خدا علم غیب نمیدانست. آیا همون فالبینه که در بالای ریگو در بالای سنگ در زمستان و تابستان میشیند آیا و یگان چی را میداند؟ نه، نمیداند. قوم عزیز برای همین سبب میبینی که بعضی جوانای زیبا، بعضی دخترای زیبا در پیش فالبینه که در بالای زمین نشسته است میره میگه که مرا فال ببین. عقلش نمیگیرد که تو در اینستیتوت میخوانی، توی قدر 4-5 کورس خواندی، عقلت نمیگیره که جای 6 امر نگاه بکنی او یگان چی را بداند، رفته نمیکند که کانی تیلا را بیاورد رفته در زندگیش پیش برد، نمیداند. برای وای که تو را فریب میکنم جا میشیند، فریب کرده یک قسم پول میگیرد. دویمش همین سحر. سومش کدام است؟ سومش قتل برادر. یکی از گناههای کبیره دیگر همین است که برادر کشتن. این گناه کبیره است. خداوند جل و علا در قرآن میگه که هر کی برادرش میکشد جاش دوزخ است. این سومش است. برای این سبب باید بنده مسلمان از این گناههای کبیره باید پرهیز بکند. چهارمش کدام است؟ و اکل ربا، خوردن پرسین. امروز در تاجیکستان ما یکی از گناههای کلان که بعضی نعوذ بالله بنام ملا یا که بنام خوشا خیلی آدمی کلان میگیرد در بابی پرسین اجازت میدهد، نعوذ بالله این حرام است. هر نوع پرسین حرام است. یگان هر داملایی که اگر فتوا داده باشد شما قبول نکنید در بابی پرسین، یگان نوع اجازت در یگان صورتش وجود ندارد. پرسین آیت قرآن قطعی حرام، حدیث پیغمبر خدا قطعی حرام، اجماع قطعی حرام. بعضی ها میگن که خب یکی شرایط فلان یکی ضرورت این کارا در بابی پرسین یگان راهی ندارد که تو از کدام طریقی که باشد یگان نوع در بابی پرسین اجازت نیست که ما و شما پرسین بگیریم. برای این سبب خداوند در قرآن هم میگه، حدیث پیغمبر خدا میگه پرسین حرام است. این در این بارا خیلی ما زیاده الحمدلله برآمد کرده است. آیت قرآن قدیم، حدیث پیغمبر خدا قدیم. فقط چی است؟ و اکل ربا، یکی از گناههای کبیره پرسین خوری، سود خوری که خب خداوند جل و علا سخت اینا چیکار کرده است؟ منع کرده است که این حرام است. و پنجمش اکل مال یتیم، یکی از کارهای حرامه که یعنی امروز مردم همین کارا یعنی باید پرهیز بکنن. خوردن مال یتیم. کدام یتیم؟ یک مرد میمورد کودکای یتیم ماندگی، نعوذ بالله بجایی که او را نصیحت بکنن که نخره مالی را نکشید حق یتیم است، مردم میرن نمیپرسن که خب همین مرده است همین را ترکه کردن یا نکردن. ترکه فرض است. امروز ما ترکه را فراموش کردیم و یک دوره که بعضی ها مستحب میگن، بعضی ها هیچ رول بازی نمیکنند، یک ثواب ندارد. یک چیزی مستحب گفتن
که مستحب چیزی است که پیغمبر خدا عقلا یک بار کرده باشه دیگر نکرده باشه اون مستحب میگن. ما یگان دلیلی نداریم این را میکنیم و طریقه که فرض است سوره نساء که در باب طریقه این را فرایض میگن در این باب است، اینا را ما فراموش کردیم که حق زن علایده، حق پسر علایده، حق دختر علایده، حق کودک علایده، هیچ کس حق نداره حق بره. امروز پروا نداریم که او را میره میخوریم، حتی نمیپرسیم که برادر همین را طریقه کردن یا نکردن. خوردن مال یتیم این خوردن آتش است، این خوردن حرام است، این از گوشت خوب ده حرامتر است که حق یتیم خوردن. پنجم گناه کبیره که مردم امروز به پروا میخورن، انمی اکثر کسانی که از همین خانه های مرده‌دار میخورن به طریقه است. امروز در اکثر دیار ما طریقه وجود ندارد، برای که علم طریقه خیلی علمی وزدین است. بعضیا میکنن حتی نفهمیده، همه خیلی خودش نخونده بیچاره، بخشیدم همین کار رو بخشان طریقه میدونن. با وجود که طریقه را ما چند سال شد در پیش استادا خواندیم، چند سال شد درس میگیم، با وجود همان آنقدر ما نمیفهمیم شد. میبینی که یک آدمی ناخوانده با خودش چیکار کرد؟ با خودش طریقه کرد. یکی از چیزهای حرامی که امروز مردم ما استعمال میکنند مال یتیم، حق یتیم خوردن است. پنجمش. ششمش و تولی یوم الزحف که امروز اگر به شرطی که بین مسلمان و بین کافر اگر جنگ شود باید مسلمان پشت نتابد، باید روش نگرداند. یکی گناه کبیره رو گرداندن است. و هفتمش همین است که و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، یعنی زن پاکیزه ای که با شر و با ستر و با حیا دارد، یک مرد چیکارش میکند؟ تهمتش میکند، میگه که زن تو بیرهگردی. با وجودی که زن میگه که من خدا ترس هستم، از خدا میترسم، یعنی چیکار میکنن؟ زنش تهمت میکنن. نعوذ بالله. هفت گناه کبیره که پیغمبر گرامی اسلام میگه که انسان را کجا میبرد؟ انسان را به سوی دوزخ میگرد. انمی مختصرا. و دویم گروهی که خداوند جل و علا میگه که این در حق کسانی بود که فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. این گروه همین بود. و دویم گروهش که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. دویم گروهی که از ترس عذاب خدا میترسد، دست به گناه نمیزند، نفس پلیدش را از کار غیر چیکار میکند؟ یعنی باز میدارد. این گروه است که راوی اینم حضرت ابی هریره است، حدیث صحیح بخاری است. و عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هفت گروهی که در تگ عرش خداوند جای میگیرند و غیر سایه عرش خداوند دیگر سایه وجود ندارد. اینا کدام هستند؟ اینا همین هستند: امام عادل، یکمش امام عادل، پادشاه عادل، سردار عادل، پدر عادل، مادر عادله، فرزنداش تربیت در اسلام میکند. پدری که در سر دسترخوان میشیند، مادری که در سر دسترخوان میشیند، میگه که دختر جان بگوی بسم الله الرحمن الرحیم. بگو دختر جان بنده کی میشی؟ بنده الله. کدام الله؟ اللهی که آسمان آفرید، زمین آفرید، مرا آفرید. باز خداوند مرا حیا داد، مرا میمیراند و در قبر مرا میپرسند، در روز قیامت مرا زنده میگرداند. و من امید دارم که خداوند من رحمت کند، داخل جنت شوم. جنت آفرید، دوزخ آفرید، خالق من همون است. باید کودکان مانند امروز در بعضی قشلاق، بعضی کدام معرکات که میرم در سر قشلاق میگم من که میپرسی، میگی بچم بچه بندی کی میشی؟ میگه بندی خودم یا بندی آتم یا بندی آچم. نمیداند برای چی پدر و مادر در سر دسترخوان اونا را تربیت نمی کنن، تعلیم نمیتین که بچه جان دختر جان بگو بندی الله میشم، امت محمد مصطفی میشم. خب در دین اسلام هستم و کو در مذهب امام اعظم هستم، در عقیده امام اعظم هستم و در ملت ابراهیم خلیل هستم. این مردم چیکار کردن؟ فراموش کردن. برای این سبب چیکار باید کرد؟ امام عادل در تگ عرش خداوند جای میگیرد. دویمش کدام است؟ و شعب نشأ فی عبادت الله. دویمش جوان به مثل شما که از یاشیش از جوانیش در راه الله خودش پیر میسازد، دست به گناه نمیزند. امروز صد افسوس بعضی مسافرایی که در مسجدها نو بعضش 1 سال شد نمازخوان شدن، بعضش 2 سال شد، بعضش 3 سال شد، بعضش حاضرم بلیطای یعنی لیلینی در صندوقاشون است. بعضی جوانان را از مسجد پیش میکنند که تو برای از مسجد تو سرلش نماز بخونی، تو آستین کلته نماز بخونی. اگر بگر پرسیش که بابی بیا که خانت بریم،
کو کلم تبین سرش لیچ دختر و پیشی برش هوی در تنش بروک کوچای دوشنبه ده میگردد ایرم مسافت خودش فکر نمیکند لکن یک جوانی که داخل مسجد میشد ها تو برو رو تو سر لیچ بابی زنت سر لیچ بود کلم سرش لیچ است حاضرم دختر و سر لیچ است رستوران به رستوران میگردد حاضر در خونت برین زنت یعنی کلونت سطر ندارد که خداوند جلاله برای زنها سطر عورت کرده است برای خب مردها سطر عورت سر فرد نکرده است بابی آخی تو چی کار داری به این کار تو اول خاندانی خودت کلون خودت دختری خودت بگو که کلون جان سطر بکن بعد تو حق داری در مسجد گپ زنی که یک جوان چیکار بکنی از مسجد پیش کنی هر مسافری که من خطاب میکنم برای بابیام اول التماس میکنم که بابیا جوانا رو چقه نشوند دومیشه که حق ندارن از مسجد نه خطیب نه ملا امام نه یگان کس حق ندارد که یگان جوان از مسجد پیش کند برای چی برای که مسجد خانه نه خطیب است نه ملا امام است نه یگان قوم است مسجد خانه الله است یگان کس حق ندارد در مسجد کسی که می‌دارد به هر طریقی که نماز می‌خواند ما کار نداریم آمین بلند میگه آمین پس میگه رفع یدین میکند نمیکند یگان کس حق ندارد یگان کس حق ندارد که او را چی بگوید خب ما مسلمان هستیم ما برادر هستیم الحمدلله رب العالمین ما اینقدر باید یکدیگر را بدبین نباشیم شکرانه بکنیم که دو جوانی که نماز میخواند آخر یک آدمی محقق در تاجیکستان ما حساب کرده است از 3 میلیون آدمی که به بلاغت کلان هستند 250,000 نمازخوان وجود دارد همینا هم با میبینی که نوجوانا بعضش نماز میخوانن این خیل چی کار داریم نماز میخوانن ما نماز بخوانن تو کاری تو نباشه تو نماز تا بخوان دعا تا بکن از قفای کاری خودشم تو در حالت نماز خواندن حتی بعضی مسافر بعضی انسان در حالت نماز خوانیش هم امرش نگه میگه چه نماز بخوانن و تو اگر مسلمان کامل باشی که اسات بگی در رستوران برام که رستوران دختری تاجیک لیش رقص میکند جوانای تاجیک یک همیشه در کوچه دوشنبه گذاشتیم این حال جوانا رو میبینی و نعوذ بالله که یک بار چرا رفته یک بار نمیگی تو برای این سبب الحمدلله رب العالمین یگان کس حق ندارد که یگان جوان از مسجد پیش کند و یا که بگوید که تو سر نشستی من برای شما میگم جوان عزیز سر لیش نماز بخوان آستین کلته نماز بخوان یگان باکی ندارد من برای شما میگم این همی ساله در سال دار من در سال دارم نمازی من خوندگی همون قصه بس نماز یک جوانی که سرش است هر دوش یک است مولا علی قاری در کتاب موضوعاتش حدیثای موضوع هر مولایی که میگه که یک نمازی به ساله 70 نمازی به ساله است این گپ دروغ است مولا علی قاری میگه در موضوعات کبراش همین حدیثا را در باب موضوعات آورده است برای این سبب الحمدلله رب العالمین دویمش در تگ عرش خداوند کسی جای میگیرد که جوانی که از کودکیش از یاشش دست به گناه نزده از ترس پروردگار میبینی که موهاش سفید کرده است دویمش همین است سومش کدام است و رجل قلبه معلق فی المساجد او بالمساجد سوم جوانی که یعنی رفتای به مسجد دارد ما الحمدلله رب العالمین همین اکثر جوانان شما را برای همون دوست می‌دارم که پیش ای نماز حتی من اگر من کملاخ من نمیگیرم هیچی نمیگیرم بامداد که میرم الکل جوانان یک سال پیش کشیدی سادگی ایمد پیش چه خیلی ها را دوست نداری همین روزا با وجوده که وقتی بهار است خیلی وزنی است میبینی که جوانان ایمد پیش رفتن اینا من چه خیلی دوست ندارم من ایمان دارم که فقط میمرم مرا خداوند زنده میگرداند میپرسد مرا که تو چی گفتی عیب نیست که جوانی زیبای خدا ترس را من مسجد دور بکنم عیب است این والله شرم است فقط رومانسیا بشه به همین عقیده نابکارمان عقیده بیزیمان که گویا که یک سخنای میکنن یک رفتارای میکنن که دروغ امام اعظم این کارو نکرده است حضرت امام اعظم رحمت الله گفته است که اذا صح الحدیث فهو مذهبی شما حدیث رفتی مذهبی من همون است چه حق داری که تو که دروغ میگی که در حق حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تهمت میکنی امام شافعی هم گفته است اگر سخن ما برزیدی سخن پیغمبر خدا برایت در دیوار بزن امام مالک هم گفته است احمد حنبل هم گفته است حضرت امام اعظم رحمت الله میگفت که اذا جاء الحديث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و برسم بعین اگر به شرطی که حدیث از پیغمبر باشد با چشم و بصر قبولش دارم از صحابی را با چشم و بصر قبول دارم از تابعین هم رجال نحن رجال اونا مرد هستند ما هم مرد هستیم خب برای همین سبب ان شاء الله به خداوند هر کسی که همین کارو میکند
که همین نسبت به جوانا، نسبت به همین کسانی که خودش بنام حنفی میگیرد بنام امام اعظم ای خیلی انسان بیزار است که دروغ میگه. عقیده امام اعظم این نبود که امام اعظم جوانان را مسجد پیش کرد. امام اعظم ای کوچه جوانان را پیش می آورد. حتی تاریخ امام اعظم نگاه بکنید، حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه نامش یعقوب بود، چند مقدار دست نامد رفت خانه‌شان رفت گفت مادرش پرسید که مادر جان چرا اینا نمیمونی، بچه تو زیرک است؟ گفت که زندگیم بسیار کم بود است. برای خیلی سومی زیاد داد که در گردن من پیش کرد مسجد آورش در درس اشتراک کرد. این امام اعظم رحمت الله علیه میگفتند، نه که امروز پیروان دروغی به نام امام اعظم جوانان را مسجد پیش کرد. برای این سبب الحمدلله رب العالمین یکمش امام عادل، پادشاه عادل داخل در سایه ارچ خداوند جای میگیرد. دویمش یعنی جوانی که در یاشش بسوی یعنی الله گشته است و دست به گناه نزده است. سومش جوانی که مردی که رفتای به مسجد دارد. چهارمش کدام است؟ و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. دو جوانی که دو مردی که با یکدیگر دوستی محبت خالص برای الله دارد، برای پولش نه، برای وظیفش نه. امروز در دوشنبه میبینی بعضی انسان‌ها وظیفه بلند دارن، خدمتگاراش زیادن، بیچاره که وظیفه بگیرنش خدمتگاراش میگریزن. برای چه؟ به خاطر پولش بود، به خاطر اسلام نبود. ما ان شاء الله ما و شما که برادر هستیم، برادر اسلامی هستیم، در وظیفه هست یا نیست ما میگیم السلام علیکم برادر چه خیلی خوب هستی، نمازات خونده‌ای، برای ما فرق نداره که پول دارد ندارد، ما برادر اسلامی هستیم، میگیم خداوند تو را برکت دهد. و رجلان تحابا فی الله، دو مردی که یکدیگرشان خالص برای الله دوست می‌دارن، جمع هم شوند به خاطر الله جمع میشن و جدا هم شوند به خاطر الله جدا میشوند. این خداوند در تگ عرش خدا در تگ عرش جای می‌دهد. پنجمش کدام است؟ و رجل دعت امرأة ذات منصب و جمال فیقول انی اخاف الله رب العالمین. پنجمش همین است که جوانی که در جای شهر شنبه میرد یک زنی فاحشه میگه که بیا قدیما زنا بکن. نعوذ بالله. ای مردم تاجیکستان، جوانان عزیز، خدا شما رو برکت دهد، خودمان رو بیا شرمنده نکنیم. هر مادری که میبینیم پول داشته باشیم، اگر قوت من برسد همون دخترایی که در قد کوچه تا فروشی میکنن رفته یگان صبح بودیم که همین کار نکن. ای بس مردم زیبای تاجیکستانی ما را شرمنده نکنیم. آخر ملت ما ملت زیبا است، خوشروترینی زنها ما داریم، خواهرها داریم، حتی بعضیش میبینم که در قدر استادگیان همین قدر زیبا هستند، لکن نعوذ بالله میبینی که با کارهای تنفروشی سرگردان است. شرم میداری نیم که زنی تاجیک به همین دست بزند. انا میخواد جوان چی میگه وقتی در کوچه که میگذرد میگه که بیا قدیما زنا که اگه سنبوت زنا بکن، تو چی باید بگی؟ انی اخاف الله، من از خدا میترسم، من برای 3-4 مینوته کار آخر من زن دارم، من دختر دارم، من چرا خیانت بکنم؟ الله من رسوا میکند، الله من زن داد، فرزند داد، دختر داد، من چرا دست به زنا بزنم؟ این کارو من نمیکنم. باید بگی مادر تم از خدا بترس، تو برای تقوا کن. حتی الحمدلله رب العالمین یک محلا در همین پورات قربالا او حاضرا کم شده، خدا برکت عملی سورا خیرش همین امیده با می قبضور میکنند وگرنه کوچه دوشنبه در گشته نمیشه. یک محلا در گزید برآمدم که 15,000 در دوشنبه تفروش است. این که دروغ است 20,000 است. رفتیم در پورات قربالا ایستادم، یک دختر گفتم مادر جان آخه همین کارو نکن. میگه بابی ما زندگی ما کجا بگذرانم؟ آخه گفتم دختر جان همین ماهیایی که در تگ بحر هستن همه رنگ تفروشی میکنن. بعد یک شاگرد ما گفت که حضرت بیا حکیم که باید ما صورت نگیرم، فقط در گزید برانم که حضرت آمده قطعی تفروش داگاور کریسه با حکیم رفتیم. همین خیلی تهمت میکنن یا که ما برای که نصیحت رفتم بازی گفتن از صورت میگیرن در گزید میرن، انا شرمندگی رفتیم که برای من نصیحت کردم که خواهر جان بیا یگان سمت بتو من بیا یگان گلیمت میتو یگان قالین میتو یگان علی یگان بوی بچه رو میگم یگان سو میوردم میکنن که دیگه گفتن هر که حضرت یگان با صورت نگیره فقط در گزید میرن که سر در سر نعوذ بالله قطعی که گبز ریسی مینویسن دروغو پر نازی تامت کردن. این خدا پناه تاجیکی ما بسیار ای طبیعه و تز مینویسن. اگر 100 نیکی تبینه یک بدی تبینه هم بدی مینویسن، نیکی تا نمینویسن. پنجمش کدام بوده است؟ دو مردی که یکدیگرش دوست می‌دارند. خب پنجم چی بود؟ پنجم این بود که مردی که در راه میگذرد زنی فاحشه میگه قدیم زنا بکن، این میگه از خدا میترسم. ششمش کدام است؟ ششم همین است که مرد صدقات میکند با دست راستش دست چپش نمیداند. خداوند جلال ما و شما را سخاوتمند بگرداند.
افسوس صد افسوس که امروز جای سخاوت بسیار است. حتی مادرامون محتاج سخاوت است. حتی در قشلاقامون زنها مادرامون حتی تابستانش دست لباس ندارن، بریم یگان لباس بخریم. اقلا نمی 10-15 جوان 10 سومی 15 سومی جمع کنن، 10-15 سومی جمع کنن. برای الحمدلله العالمین یاس این همین پلدنوید خشرو بگیرن، برای 3-4 کمپیرک دبتیان در اخشان دعا کنن، چه خیلی زیبا میشن. الحمدلله رب العالمین اینقدر زیبا. افسوس صد افسوس، به نزدیکیم از طرف دنگره می اومدم، از نورک برآمدن در قطعی شریکام بودیم. یک بچه هم وجد الحمدلله العالمین من کرد. گفتم از کجا آمدی؟ گفت که بابی دانلا از نورک آمدم که یک قاقشیر بردم همون را فروختم و 1 کیلو قند خریدم و 1 کیلو برنج. بسیار زیق شدم. بعد پرسیدم که تو پدر نداری؟ گفت نه پدرم کسل رقص بندهی کرد. بعد انشالله وعدهش دادم که مثلا خبر میگیرم. رفتم انشالله به نزدیکی مید شیده بردیم، قالینش گرفتم، الحمدلله روغنش گرفتیم، بردم خانه‌شو رفتم. خانه‌شون هیچی نداشت قدرت خدا. حتی در تی پاشون یک واچی پرتافتن، همه خیلی پر اشلاقا. افسوس ما 10 کس جمع شیم، پول جمع کنیم، بریم یک قاب چهارشون بخریم، روغن بخریم، چقدر زیبا بشه. برای این سبب ششم گروه همین گروه است که خداوند مهربان در تگ عرش جا میتید. همین کسی است که الحمدلله رب العالمین چیکار میکنند؟ در راه خدا خیر میتید و دستی چپش نمیداند. از پیغمبر گرامی اسلام وقتی که در حدیث آمده است که خداوند جل و علا زمین آفرید، زمین میلرزید و خداوند کوه را آفرید. زمین که قرار گرفت، ملائکه پرسیدند که خداوندا آیا از کوه در سخترم یگان مخلوقات داری؟ گفت بله دارم. چی از کوه در سختر؟ گفت آهن. آیا گفت از آهندم سختر مخلوق داری؟ گفت بله. چی از آتش؟ از آتش در مخلوقی سختر داری؟ گفت بله. چی داریم؟ آب. از آب دم سختر هست مخلوق؟ گفت بله. چی داریم؟ باد. از باد سختر چی است؟ از باد سختر یعنی بنده مسلمانی که در راه خدا صدقات میکند و یک انسان خرسک میگرداند. کاش که خداوند جل و علا همین با بچه‌هایی که ما و شما در دوشنبه داریم میلیون دلار دارد، در بیگانان اقرا خش تبارک شونده زکاتاشون هم دیت خیر صدقاشون هم بکنن. خداوند جل و علا توفیقشون بدهد که در خش تبارشون یاردم بکنن. و هفتم گروهی که خداوند در تگ عرش جای میتید و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یعنی مردی که در شب میخیزد، یعنی همه خواب است، این دعا میکند از پروردگار آبی چشمش ریخته، انمیر خداوند جل و علا در تگ عرش جای میدهد. جوانان عزیز، حدیث آخری که برای شما میگم و عن انس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كل امتی يدخلون الجنه الا من ابى. حضرت انس رضی الله تعالی میگه که از زمان پیغمبر خدا شنیدم که همه امتی من داخل جنت میشود مگر کسی که ابا کند، مگر کسی که قبول نکند. و قیل یا رسول الله من یابا، کی این کار میکند؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. کسی اطاعتی مرا کند چیکار میکند؟ داخل جنت میشود با همراه من. و کسی که سخنی مرا انکار کند داخل جنت نمیشود. خداوند جل و علا ما و شما را از قبیل مردمی بگرداند که سخن رسول الله را قبول بگردانیم، وزید حدیثش نبراییم و ما و شما را خداوند عقیده صحیح امام اعظم رحمت الله نصیب روزی بگرداند و مثل بعضی ها دروغ نگیم که ما حنفی هم گفته و تمام کارا بکنیم. بیچاره امام اعظم از این کار خودش بیزار بود و این کار خودش نمیکرد و دروغ بگیم که حتی با در بعضی جا 3 بار دعا میکنن، با چاروش میگه بابی یا دعای خیر بکن. همین 3 دعا که بدعت است وجود نداره در یگان جا. یگان جا آمدگی نیست، از پیغمبر خدا ثابت است که 1 بار دعای دست جمعی هم ثابت است. 3 بار با دعا میکنن با یگان جواب گاخی بابی همین کار نیستن، این کار خوبه، این کار حسن است. نمیدونم این کار ای پیش خودش بدعت که حسنه وجود ندارد. برای این سبب خداوند جل و علا ما و شما را از کاری بدعت و از کاری یعنی بعد ما و شما را در حفظ امانش نگه بدارد. توفیق ما و شما را خداوند زیادتر بگرداند. و آخر دعوانا والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عبدالعزیز ما رو بچم میخیزیم Oz yakta o şiddetten. O şiddetten bazı. خیره در نمازخون کردن در که نمازخون نکردگی هم بله در فتوای حنفی مذهب میگه که هر کسی زکاش اگر در بینماز بودید نه زکاش سر ادا کند. همین فتوای رحمانی گفتنی فتوای حنفی مذهب است. همون میگه کسی که زکاش اگر در بینماز بودید زکاش سر گردون. به خرشش خیره خرش میشه یگان نمازخون همون را تبلیغ کنید به هم سبب تبلیغتون نمازخونش بکنید. درست میشه ما بینماز کافی گفتن نمیتونید گناه کبیره است اگر این کار نکند. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه اهل سنت و جماعت با گناه کبیره ماش کسی کافی حکم کرده نمیتوانیم. این اصول تکفیر خودش اصول است. ها من بعضی وقتا میگم که به نماز کافر است. لکه همین رو من پیش خودم نمیگم. آیه قرآن هست. خب حدیث های صحیح هست. بعد صحابه قولش از حضرت عمر است و بسیار صحابه هستند. لکن با وجود همین باید ما شما کار خیلی خیلی پرهیز بکنیم که اصول تکفیر خیلی وسیع است. از برای داملا هم خرسین دادن حرام هستن بله. انا افخونه یا غیر دادن چی؟ اجاره. اجاره دادن؟ اجاره درسته بچم در شریعت درسته. اجاره وقتی اجاره سپاریدی از خانه زکات نمیدی. همه پول اجاره پولی که به نصاب رسید از وی به زکات میدی. شما هر کجا خیزی که اجایی که شروعی میبینیم فرض کردیم من سنت میخونم در خونه بله میبینم مچی تحیه بچه میخونم بعد میشینم بله. اینو میگن که نخون همین ما در فهمونده چی بله، عربی بله. چی همین گپ گاز دیدن که در بابی بین سنت و فرض بله در بله بله بوم در بابی اینا بفهمید که در بابی بامداد مسئله اولش یک از سنتی بامداد نخوانده است آمد مسجد که امام در فرض است فرض خوان آیا بعد از فرض سنت خواند یا نخواند جواب بین مذاهب چهارگانه اختلاف است امام اعظم رحمت الله میگه که نخواند دیگه مذاهب میگه خواند لکن من میگم که با کی نداره بخونم حدیث صحیح آمدگی است پیغمبر گرامی اسلام یک بعد از نماز بامداد یک صحابی را نماز میخوان پرسید که بچه‌م چی نماز خواندی نماز دو رکعت سنت داره دو رکعت فرض داره بامداد تو چی خواندی گفت که یا رسول الله سنت نخوندم هیچ نگفت درست است ما این رد کردن نمیتونم لکن امام اعظم رحمت الله علیه میگه که با بعضی احادیث دیگه کردی که بعد صبح میداد تا افتاب آمدن نماز نفل درست میشه او هم دلیل دارد این هم برای سبب وقتی که هر طرف که دلیل باشد ما حق نداریم یک کس من کردن او که میخواند بخواند ما چه حق داریم که تو نخونی گفتند اگر به تحیه مسجد پیغمبر خدا میگه که هر وقت که داخل مسجد شدی تحیه مسجد بخورن این ما کردن نمیتونه بود در حدیث آمده است فقط من همین رو بیان میکنم که در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه بعد صبح دمیدن تا افتاب آمدن بعد عصر تا شام نفل درست میشه این مذهب امام اعظم رحمت الله علیه این هم دلیل دارد با دیگه مذهب دلیل دارد برای چی میگم میره حق در بین چهار مذهب در میزنن شاید که عیدا او هم حدیث دارن این هم حدیث دارن هر دو طرف است کسی میخواند بخواند کسی نمیخواند نخونه یگان جوی چیز نیست این کس تایه ماچته گفته است. همون را گفتم که کدام وقتی که مسجد نخون میگفته نه درست است که بخونه حدیث آمده است مرحمت کدام وقتی که میدونه خوندم بعد نماز خفتن محترم حضرت خب من دویم رکعت شده نماز ویتر ده دویم رکعت شده التحیات خونه یا نخونه یا دویم رکعت شده نخونده التحیات خیلی بود سه رکعت شده بعد کدام صورت چندم داره کردی من نماز ویتر خفتن ده ویتر خیر ویتر بگی مسئله ویتر سه خیل است ویتر سه طریق خوندن حتی مجموع فتوا میره خیلی چی کرده است یکم طریق خوندن ویتر سه رکعت بقدر یکم طریقش دویمش دو رکعت میخونی سلامتی میخوای یه رکعت دیگه میخونی سومش رنگی خودمون حتی این مجموع فتاوایی که مولانا عبدالله لکنوی در فتواش نوشته است که طریق خواندن ما ضعیف است یک بار مجموع فتوا رو ببینید لکن حدیث ما هم داریم دلیل عایشه مادرمون میگه که پیغمبر خدا خواندن خب کدام شکل الحمدلله میخونی درست است میتونه در صحیح بخاری یک رکعت هست است تا 5 رکعت هم هست لکن در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه حدیثی که نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن البطیرا که پیغمبر خدا از یک رکعت نکرد با محدثین تصدیق کردن میگن حدیث ضعیف است بعد با یک سوال محترم حضرت نماز جمعه بله وقتی نماز جمعه
از آن میخونن 4 رکعت سنت پیشین میخونیم بله. بعد 2 رکعت فرض نماز جمعه بله، سر بله، میشه بله. بعد اول ما میخیزیم و 4 رکعت با سنت میخونیم من بله. درست است یا نه خب خدا نگهتون در سنت بعد از جمعه اختلاف نیست 2 رکعت هم اومده است 4 رکعت هم اومده اختلاف 6 رکعت هم اومده است امام ابیسو 6 رکعت میگه است لکن اختلاف در سنت پیش است آیا 4 رکعت وجود دارد یا ندارد اول المعبود گفتنی شرحی ترمذی است اونجا میگه که پیش از جمعه 4 رکعت ثابت نیست لکن این ملاحقه رو دیدم که میگه که دلیل میاره که هست یا که بعضی فتوا میگه که قیاس به پیشین کنید لکن به هر حالت هم خب صحابه بعضی 2 رکعت نفل میخوندن خب این اول معبود میگه که 4 رکعت سنت پیش از چیز جمعه وجود ندارد لکن بعدش وجود دارد گناهگار نمیشیم بخونیم طبعا. گناهگار نه نمیشیم نه بخونیم گناهگار نمیشیم همون رو میگم بعدش که در پیشش در گناهگار نمیشه نه در خواندن یگان گناهگار نمیشی لکن اگر کسی دلیل قطعی بگوه در پیشش ما قدر دلیل قوی نمیویم در پیشش در قفاش میویم یعنی پیشش ده هست فقط اختلاف بعد از اون ده بله، بله. از اون ده هست بله حدیث آمده است همون رو میگم که اول المعبود میگه که بله، عموما بله. هموجا چی نیست لکن ما همه خودو میخونم یگان چی نیست است. برای چی در خود در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه نفلایی که ما میخونیم روز قیامت در جای فرض حساب کرده میشه لکن همین یک چیز است که سنت ها و نفلا را در مذهب حنفی هم اولا در خانه خونده شد بعد ما یک جور سپورت شدیم که ما گفتیم که بعد یک نماز پیشین تو پیش از نماز عصر با یک نماز است بله او همین درسته آیا درست است همینجا آمده است در طبق حدیثات آمده است که پیغمبر خدا کسی که پیش عصر 4 رکعت نماز بخواند مثل عمره ثواب میگیرد هیچ بکی ندارد ما شما الحمدلله در حدیث آمده است که پیغمبر گرامی اسلام شب معراج در جنت قدم میزد وقتی که فرود آمد بلال گفت که بلال تو چه عمل داری که من در جنت شرفی پای طرف پیش بشینیدم بعد گفت که شب روزه که یا رسول الله کتارت بکنم داره کشف وضو میخوام دوملو از سوال دیدی امی شیعه چند مذهب دارن شیعه خودشون 12 مذهبن نه 12 میگن 73 گروه دارن خودشون خودشون دارن 73 گروه اما همش یک خیلی یا که همش نه هم نه خیلی فرق دارن بعضیش ما همو شما کارکن به کفر میکنیم که ابوبکر صدیق داشتم بگوه حضرت عمر داشتم بتیاد عایشه مادر و زونیا بگه او کدامش که اگر به شرطی که نگوه که من داشتم نه اگر نه داشتم نه یک 3 رکعت نماز خونه من چکله برادر گفته نمیتونم نمیتونی من برادر گفته نمیتونم برای که اونا در عقیده قدیما بسیار زیده سوال دیگه بکنم خب وقتی داخل مسجد شده میگن نفل خوندن در قرآن بله تو تحیه مسجد همین اگر امر معروف رفته باشه که همین را آزیر در جمعه همین را قید کردنی بودم همون حدیث بخاری که سلیک ابن حدبه گفتنی صحابی بود پیغمبر خدا خطبه میخوندن و رسول اکرم گفت که بخوان بعد شارحه عمدة القاری شرح صحیح بخاری و ملا علی قاری میگه که پیغمبر خدا پیش خطبه بود یا که در حالت خطبه ایستادن لکن حدیث بخاری آشکار آمده است که رسول اکرم خود حالت خطبه میخوندن او را امر کرد که بخوان لکن در جمعه لکن خوبش همو که موعظه رو گوش کنیم خوندنش هم من کده نمیتونم در حالت خود بخوندن برای که حدیث بخاری آمده است لکن با حس که دلیلا که باید مقصد کلام گوش کردن واجب مقصد کلام یک چی است من هیچ موضوعی که حدیث بر آمده نمیتونم حدیث که آمده باشد بگه رسول اکرم داشت میگه ها تو خود کی بودی که حدیث مرا چی کردی برایش حدیث صحیح بخاری حدیث صحیح است بله خونه کسی میخونه من هیچیش نمیگم امام خطبه خونده سه میخونه میگم خدا برکت من چه قدر جنجال کنم که تو چوی کار کردی ای بس همین بعضی مولها رو میگه که جنجال میکنن و تو پگه میمونی پگه چی جواب میگی تو جنجال کرده بوده که تو دیگه نظر بکن بله فرق ندارد میشه همین لکن همین فقه الحنفی و ادلته یک کتاب 3 جلد است همه ام حفصه دختر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از پیغمبر خدا ام سلمه مادر ازواج مطهره روایت میکنه که پیغمبر خدا سنت را در خانه میخوندن لکن حضرت عبدالله بن عمر در مسجد سنت میخوندن افضل همین است که در خانه خوانده شود حدیث صحیح است لا تجعلوا بیوتکم کالمقابر خانه‌تون با مثل قبرستان
مگردانید. بعد حدیث هم هست که خب همه نمازهای انسان در خانه خوب است بغیر فرض. این وجه افضلیت است. در خانه خوندن افضلیت است. دیگه در مسجد هم خوندی همون قدر رعایت بکن که فرض که خوندی بعد فرض تسبیحات بگو، بعد فرض تسبیح را بگو، حدیث صحیح ذکر را همش بگو، دعات خودت بکن. با استر بره با سنت بخون اونجا تعریش بکن. سنت خونمو ویتر نخونیم. مثلا نیت کردگی باشیم که شام میخزیم انشالله زده باشیم نماز تهجد هم میخونیم بعد ویتر کردی تمام میکنیم. شو بخون. نور عشان روان. الحمدلله. لیکن سنت خوندیم هیچ گپ نیست. هیچ گپ نداره. بون گپی نداره. حتی همین مختصر همین توجکا همش میدونه نمیره. درم اول کتابی صلات نه کسی که باوری داره با خودش بیتر آخری شب بخونه. بعد درباره نماز توبه حضرت دو رکعت هم خیلی نماز هست. بله دو رکعت نماز توبه هست، دو رکعت نماز یگون کاری استخاره هست، دو رکعت نماز تسبیح هست. با وجودی که در نماز تسبیح بعضیا تضعیفش کردن. لیکن دیگه طریق هست خوندن درست باشه. طریق نماز 4 رکعت نماز تسبیح هست، یاد میکنی 4 رکعت. خب بعد سوره فاتحه بعد از سوره فاتحه چرا میخونی؟ قلیه را که بخونی اگر قلیه را که خوندی بعد همون قلیه را خوندن پیش از رکوع 15 بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 بار میگی. بعد رکوع میری در رکوع که سبحان ربی العظیم و بحمده 3 بار گفتی بعد با 10 بار دیگه همون را با تکرار میگی سبحان الله و بحمده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 بار دوجه میگی. بعد 3 تسبیح سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه با 10 بار دیگه در قومه میگی. او 15 10 25 35 میری سجده که رفتی 3 بار سبحان ربی الاعلی گفتی بعدی با 10 بار دیگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 بار 45 بار شد. با الله اکبر بعدی جلسه کردی با 10 بار دیگه میگی 55 با در سجده میری بعد تسبیح با 10 بار دیگه 65 بعد دویم سجده که خستی میشینی 10 بار میگی و بعد میخیزی در یک رکعت 75 بار میشه در 4 رکعت میشه 300 مرتبه. این حدیثه حضرت پیغمبر خدا خطاب به سوی حضرت عباس امکش میکنه اگر میگه بتونی هر روز 1 بار بکن نمیتونی در هفته 1 بار بکن نمی در ماه حتی در عمر 1 مرتبه بکن. یکی میشه من ناوشین دارید بله اوخی ناو یکم برشتی بکن یه عیب شمون یه عیب ما هست. شفای نادان میگن پرسیشن بله شفا لعی از سؤال شفای نادان پرسیدن است. خدا نگهتون شما خیلی مرد صالح میتونید. خدا نگهتون آدمی که میپرسد از او حرکتش معلوم است که اون چه اصلاح میکنه. بهترین انسان کسی است که قبول میکنه. آدمی منافق بسیار میپرسد هر خیلی قبول نمیکنه. لیکن درباره رفع عدل اکو سنت پیغمبر ما است. بله در تکبیرات 1 بار کردن رفع عدل فرض است. خب همین خیلی بگید که برادر خدا برکت در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه در گوش رساندن یگان دلیل نداریم. برابری گوش میبرداریم الله اکبر برابری گوش رساندن نامد است. برابر حتی با زبان یاد کردن نرسانده چی برداریم؟ ایش خیلی همون گفتم که برابری گوش آمده است برابری کتف هرش آمده است. لکن رساندن آمدگی نیست. در نه حدیث یگان خیلی دلیل نداریم. همه احادیث بین خب همون حذف منکبه یا که حذف اذنین برابر است. خیلی رساندن آمدگی نیست. بعد به زبان نیت کردن بدعت است. امام الله اکبر خونده است نیت کردم تو رکعت نماز پیشی وقتی که بر من است ولادن ام خونده است تو نیت کردی چی معنا داره؟ آی خونت نیت کرد رفتی که من مسجد قبای نماز بخونم و بر الله اکبر تمام شرط نیست که با نیم ساعت نیت کردم
فلان فلان نیت کردم بگذارم 4 رکعت فرض نماز پیشین وقتی که بر من سرودم با قبله به سوی خانه کعبه اقدا کردم با امام حاضر میگه که زمین سرودم تو چی معنا داره؟ لیکن وقتی ما اقتدا میکنیم با مقصد امام کلام شیخ امیر فراموش نکن که در یگان جا به نیت ثابت نیست، نه در غسل نه در نماز، یگان چیز همین ایجاد به همون نیت خستی الله اکبر خوندن. خب او حج آشکار آمده است، لبیک اللهم بالحج گفته در حدیث صحیح آمده است. بله یک چی میگفتید رفع یدین، در باری رفع یدین هم حدیث های زیاد آمده است. بعضی میگن منسوخ شده، دروغ میگن. ای ایزو نمیکشن که این منسوخ شده باشد. همین عربان چه نیمونو فهمیده باشن که یا که همین حدیث های ترمذی و مسلم همش در باب رفع یدین، همین بلوغ المرام ای حافظ حجر اسقلانی احکام داره، بلوغ المرام انمی کتاب زیباست، همش فقط همین ایوی حساب بود که بچم همه هم رفع یدین سنت است، لیکن بی رفع یدین آمده است. من حنفی مذهبم ایشه گرفتم او دیگه من اوشه گرفته است. چی میمونی تا میگه بگی تو ده چی زور میآید بگه که ای بچم ایشم آمده است، نه اوش منسوخ شده آرو تسیا میگی دروغ میگی منسوخ شده فقط با اینکه جواب میگی او تو ایرو حساب بگو اوشم هست ایشم هست تمام خلاص دیگه. نمی‌کنه قدر انسان نترسه از پیغمبر خدا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. کسی بر ما دروغ میگه جاش دوزخ است. نمی‌کنه تو نترسی بگو او تو آخی خدای کافر تو حق بگو بچم این مذهب خیل این مذهب خیل این مذهب خیل. ما یگان تا سید است برای که حق در بین 4 مذهب و اهل سنت و جماعت میگیم همین 4 مذهب است اهل سنت و جماعت. ای 4 مذهب دیگه ما قبول نداریم، نه شیعه نه دیگه قوریش قبول نداریم، ما هم 4 مذهب قبول داریم. و ما حنفی مذهب و دیو شو مالکی لیکی تو مالکی هم قبول بدیم یا که شافعی هم قبول بدیم یا که احمد بن حنبل بدیم. ای به انصاف تو یک بار فکر کن چی گفتی این منسوخ شده است. خود میگه که یک شما حدیث کرد و فهمید، حالا که بیچاره حدیث سایر موضوع نمیدونه، بیچاره جرح تعدیل نمیدونه، تعریف حدیث سایر پرس بیچاره سرش تو میخوره با همه چی میدونه نکنی خیلی نیست چون نکنم با بیامون نمیکنم. دامو درباره همین ناس یک خوشبه گوزنه بسیار کس من میپرتم میگم یا فروش کنم و زیاد دهم تو اکه بچم همین سیگارت ناس ای با یکمی ناسم ما چند بار گفتم دوم اما کلنایی که شوشو ناسکشن کن خونه شم روان تا بگو بس لکه نمیون ای نیسته مگم یا که همی چی سوم بروه پراتو گاز بخاره با شو در بری هرش خوره با خدا پوکیسه باشو که نیم که ای بروه نکنیم ناس بوسه سیگارت حرام است، ناس مکروه تحریمی است. ناس مکروه است و نکشی بچم ای بس کشی دیگه نگو میشه که نه مقصدی کلام آخی با همین بعض یک مسجد یک محل مهمون شدیم گفتم تایم همین قولی میگفتیم چه خیر باشه انا همین قطوف کردگی ای هم و حاضرم باید دنیا قدرت نام الله طرفی غرب رفتم اون مردم هم نسکش بسیاره. سیگارت چه حرام؟ سیگارت همون دودش حرامه زیانش حرامه و میکشه آدمه. نوسم زیان داره همه فتوا میگم میره سیگارت این فتوای معاصر ببین همش هست اینجا انا می قبول دارم نوسم زیان داره نوس هم زیان داره او یک نوس فروش قصه میکنه که کدام یک نامش برآمده است بعد یک سحری بر وقت یک نوسکش هم رفته است که چی کنم همین نوس بخرم که در مشکویه همون کودکوش پیشاب کردن در همون تقاری نوسکشیش بعد صاحب خانه را فرا گفته او چی گفته کودکو تو ها گفته از روزی کلانا نوبهشون گذشت تو میداشه دیدی با پیشاب میکرده بسیار تیز میشیده اصلا کیفش میکنه با همین نازکشا را بینه پیش حاجت خانه دارم میکنم بعد حاجت خانه دا من تکرده میشینم ای تعبو با میسته با همه قدر با حضور میشینه نیسامش گم نیم ساعت او آدمه که بیچاره اگر تارت لازمی باشه تارش میشکنه در بیرون ای با تو هم که با میخواد با توف میکنه همونجا تا
شایخ همیشه میگه نوسکشی گناه نیست، گناه هست. بله شما اگر حوزی گوید گناه نیست، خیلی بردار میفهمید این گناه نبوده، ولی شاید گناه نه نبوده. گناه است بچه چون گناه نیست همین یک ماه در نوس میکشه 100 سال مونده برای یک قابچور بخره خوب نیست گناه هست. بله این اسرو ایده چه سگنی با بغیر و همون زارش بوسه میکنه خدا بگیره دایر بگونی تو میگه همین گناه نیست ملک میگریزه کو حتی ملک پیغمبر کو چشم نخو پیاز نخو میگه کو برای چی میگه مبارک گایبوش ملک میگریزه اکی جوانور بخشوری فهمونی زنگی بفهمن اوکی خب دستشون اوکی که عروسی برو تو هم خیلی جزیش بروری تو حتی نعی به هنوز کشی خانیگتون دارم خیلی بجون میخیزیم نشسته خیلی باره 3 ساعت شیشتیم نیم ساعت بیفتادیم 3 ساعت خانیگتون دارم یک خدا رحمتش کنه محمد عمر سربازی فتوا داره منبع العلوم بعد سوال آیا بعد دسترخوان دعا کردن هست یا نیست گفته دست جمعی دست برداشتن بدعت است حنفیه بیچاره‌مون باز باید مولای توجیه بگم خطا کرده یه بچه ما پیر تایکو امرو میگفتی که زورای کو خیش قبول ندارم این توجیه که ما خیش که اگر موافق تابش نه حدیث پیغمبر قبول نداره یکو چه قبول میکنه این من با قدر معقول نی اگه خودی خیال میکنه که این خودش اگه چون ای برادر این شریعت بوبید نیست این شریعت صاحب داره این شریعت خدا پیغمبر فرستاد او پیغمبر میگه تا پیش چیز زیاد نکن برای این سبب انشالله همین قدر من خواهش دارم که کدام جوانی که زیغ نشود خام ملای کسی که نباشد همین بدعت کاره بگو بابی میبخشید خط اصلاح کو بگبزن تو حقی گبزن نداری ایت سرقی که رسول اکرم شوید تا اول اصلاح خط بگبزن ای چی معنی داره که میکنم همین کاره میکنی فقط رو چیو میشه میکنی این سینه که تو چیه که نباشه میکنی با بعضیش تحصیل میکنه که همین کارا حقیقت شما رو میکنم ای بکر خواب در سرت انشالله نامت معلومه که در کدام گروه هستی تو ای کمدره الله چه گروه احترام بده بله پگه بعد انشالله با خب اللهم صل علی محمد الحمد لله الذي اعطانا وسقانا